با سلام و درود فالوورای عزیز، انشالله که سالم و سعادتمند باشیم. باز یک خبر خوشایندگی داریم، یه هم پاسپورتشان باشه که بگیریم که ببینیم. یکی از شهروندان ایرانن که مدت چند وقت آلمانه؟ 3 سال آلمانن، کیس سیاسی داشتن و خدا رو شکر قبولی گرفتن، پاسپورت خودم گرفتن، در ایالت شلزویگ هولشتاین می باشن. و توصیه شما برای عزیزانی که هنوز پرونده‌های بازه چی می باشه؟ تلاش کنم برای پروندهشون و صبر داشته باشن، فشار صبر داشته باشن، تلاش کنن، زبان یاد بگیرن. 100%. و من دوره کلاس زبانم هم رفتم کامل، تکمیل کردم و برای ادامه هم بدم. بسیار عالی. ما هم برای از اینا تبریک عرض میکنیم، پاسپورت اینا و قبولی اینا انشالله که به خوبی استفاده کنن، سفرهای خوبی داشته باشن. ولی ناگفته نمونه این پاسپورتی که با دست میارن، اگر شهروند افغانستان باشن این پاسپورت بگیرن، به افغانستان اجازه ندارن، و اگر شهروند ایران باشن به ایران اجازه ندارن. دوستان گرامی و همچنین دوستان گرامی، کسایی هم که خواسته باشن ایالت خور عوض کنن بعد از اینکه پاسپورت به دست میارن، بعد از اینکه به دست آوردن خواسته باشن ایالت خور عوض کنن، با آسونی نمیتونن عوض کنن. بعد شرایط خاص داره که بتونن که اون شرایط رو تکمیل کنن، بعدش میتونن که ایالت خور عوض کنن.